بسیار رابطه خوبی برادری داریم و با اهل اویلای شادروان استاد کارمطلوب پورمان و وقتی این آهنگ آماده بود و تصادفاً من راستی نمیدونستم که محمد رفیع هم این آهنگ رو یعنی آماده ساخته است و میخواهد پخش کند و وقتی من با محمد رفیع زنگ زدم گفتم که محمد رفیع جان یعنی من خیلی کار شدم من این آهنگ رو ثبت کردم و یعنی کار یعنی به انجام قریب رسیده است و محمد رفیع گفتم ما هم شنیدم که همین خیلی تو هم نیت داشتی که این صورت بعد ما خنده کردیم گفتیم بله بعد وقتی که ما یعنی مقایسه کردیم این کار تا کجا رسیده است و محمد رفیع همچون یعنی رفتاری مردانه کرده و گفت که شما بسیار یعنی خرج کردید بالای این صورت یعنی 90% اون آماده است و شما میتونید این آهنگ پخش کنید یعنی ما هیچ وقت بین ما و محمد رفیع در باره سرودهای کارمطلب رو سراییدن نسراییدن یگان پرابلم نشده است و ما هدف من و محمد رفیع و اون نفرانی که سرودهای کارمطلب رو میخونند نه هدف این است که یعنی کارمطلب آهنگ‌های زنده باید میشه وقتی آهنگ‌های نرمندی که در قید حیات نیست خونده میشوند این بی‌شبهه مخصوصا برای شادروان یعنی با اون هنرمند یعنی چی از خوب است که نام یکی زبان‌ها است از وقتی که ما آهنگ سراییدیم بعداً ما با محمد رفیع قرار گذاشتیم اول من پخش میکنم بعداً محمد رفیع آهنگ رو با نه که راستی نمیدونستم که روز بیان رو میخونم و فکر میکنم که از ما هر جایی که یعنی با عروسی میرم یا که با یگان کنسرت میرم پیش از اونی که از من آهنگ خواهش کنم میگم صادق جان از تو خواهش میکنیم سرودی با قربان معجزات یعنی اون دختر افغان خواندی اون بخون یعنی اولا اسم کارمطلب از زبانی ما میاد و این برای من بسیار خوشبختی است که من توانستم کمی هم باشد یعنی سرودی گذشته رو بازم زنده کنم با البته با هم روی یعنی که پیش از هم پیروی با استودتون بود زیرش مساعدتی نفر رو بسیار احترام میکنید یعنی آهنگ‌های کارمطلب رو خوندن این امر دلی من است یعنی من با امر دلی خودی چیکار کردن نمی‌توانم چون من با این آهنگ‌ها بزرگ شدم هنرمند شدم از طریق کارمطلب قربون من دیگر هنرمندان بزرگی دنیایی رو شناختم اویدی صفت و ترکیباتی ترانه‌ای که با یوری دوستان و اجرا شده است چی گفتم چی نشان من فقط فکر گوش کرده فکر میکنم ولی همچون یک متخصصی موسیقی‌شناس همچون یک موسیقی‌چی هستی نگاه شما با ترکیبات اگر من با محمد رفیع برادر نمی‌بودم فکر خود را گام می‌دادم لیکن من فکر می‌کنم که این باید شنونده بها گیرد با فکر من اولا که من از اون خوشبخت هستم که یک پیشروی در یعنی مناسبت‌های ما با همسایه‌های نزدیک ما ازبکستان شد چون که تا این دم یگان هنرمند ازبکستان با هنرمند تاجیک صدایی نمی‌خوند و این اولا خوشبختی این در آن است که یعنی این رو شده شد محمد رفیع این رو کشید من تا حال ندیدم که یگان هنرمند ازبک با هنرمند تاجیک یعنی خوانده باشن یگان آهنگ و این یک فال خوب است باوری دارم که پاینده اش باز خوبتر است تشکر برای جواب شفاف و شما حضرتان که در اینجا حضور دارین از شما احترامانه خواهش میکنیم باشد که همین آهنگ رو در اجرایی اجرا میکنم جانی من قربانی چشم با صدای زنده جان من قربانیم خندیدن و نازیدنم لب بنادن و از شور دل لرزیدنم جان من قربانیم خندیدن و نازیدنم لب بنادن و از شور دل لرزیدنم عمر من قربان آن ساعت که از وسوق با هوای قلب دل بریدن و رقصیدنم تشکر زیاد و روشن می‌داختید که توی چند سال است که با همراهی خیام انترتینمنت و برادری شفیق همکاری دارید من راستی با شفیق جان زیاد میشود فکر کنم اگر از 15 سال زیاد گیم آشنا هستیم خطا نمیشود چون قبل از آن که شفیق جان در لندن زندگی میکردن اهل خانواده‌شان در تاجیکستان از 25 سال میشود که زندگی میکنن و من با برادراشون با مادر عزیزشون یعنی آشنایی میشناختم و
شخصی جون هم قبلا بیشتر ایده بودیم جوان‌تر بودیم که بعد دوره که به تاجیکستان آمد نشد. دیگه وقتی به تاجیکستان آمد دیگه با کاری هنری آمد یعنی با کام انترتینمنت آمد. شکل زیاد سلام میشم. کسی ذکر کردم و من می‌خواستم در مورد اون که شما درباره حالت زنان امروزی در افغانستان اینجا حرف زدید و من فکر میکنم نظر به از دیگر کشورها این حقیقت است که مثلا وضع زنها در افغانستان امروز با اون سطحی نیست که مثلا در عصر 21 باید باشد. مثلا از مرگ فرخنده تا رخشانه و چند قبل مثلا یک دختر رو سانسور کردن، این مثلا در عصر 21 فکر میکنم خیلی دهشت است. و شما آیا همین درد زنهای افغان رو احساس میکنید و تصمیم دارید که مثلا از زندگی امروز سرود بخونید یا مثلا نمیخواید که مثلا بعد سیاست رو برای چه خیلی است مثلا شما میخواید که بعد درد امروز بعد خورید مثلا از امروز سرود بخونید یا تشکر یا سوال سینه زیبا. سوال. البته ایده که شما گفتین این ارتباط به سیاست نمیگیره، این ارتباط به احساس هر شخص میگیره که وقتی که یک خانم بالایش سالم میشه یا به حالت فجیع از بین میره، همه ما شما بدون از اینکه سیاست مدار باشین حس میکنین دردشه و این که یک هنرمند باشین احساساتان زیادتر میباشه و هنر بدون احساس وجود نداره. طبیعی است اگر موقع مثلا چرا من شعر زیبایی پیدا کنم، کامپوز بسیار زیبا پیدا کنم، حتما چرا نه تنها برای زن بلکه برای همه کسایی که آهنگ برای ضرورت است، برای اطفال، برای چقدر ناسازگاری ها در جامعه ما هست، ما میشه که بخوایم از طریق هنر به اصطلاح روشن بسازیم مشکلات جامعه خود. چرا که نه؟ سوال با اکوی صدردین. خب این روز ما میبینیم که اکثر هنرمندای ما در خارج کلیپ بنابرد میگیرن و من فکر میکنم که از یک جهت مثلا میبینم که در کوچه مثلا در یک جای دیگه این مثلا نمیدونم چی باشد، مثلا اون کلیپ اون سوژه نداره، مثلا نمیدونم شاید برای محبت باشد که در نزد فیلم‌های مثلا با حشمت توشون مثلا وای میگیرن، برای چی در تاجیکستان مثلا یا در تاجیکستان ما مثلا یک منظرهای زیبا روی نمیشه کلیپ بنابرد میگیرن. بله راست میگویید و قدیم‌تر که چند سال پیش مثلا 10 سال پیش اگر خطا نمی‌کنم یا که 12 سال پیش راست گپ همون شرایطی یعنی از جهت تکنیکی تاجیکستان یعنی شرایط نبود برای ویدیو کلیپی یعنی زمانوی ساختن، یعنی که با هم استانداردها جایگزین باشن. از همین خاطر ما سعی می‌کردیم با امریکا رفتیم، با دبی رفتیم، در اونجا این کارا رو انجام بدیم. یکی این شب و روزها شکر خدا این شرایط هست و من چند کلیپ‌های اخیر خود را در تاجیکستان گرفتم و من فکر میکنم که مهم نیست کلیپ در ویدیو میگه، مهم اینه که اون کی کلیپ بنوار میگه یعنی اون حرفه‌ای باشد و یعنی با موضوع سرود یعنی مطابقت کند و یعنی تصویر خوب باشد که مردم یعنی راحت کنن اون تصویر را تماشا کنن. این مهم این است و شرط نیست که به یگان جای دیگر رفتن ویدیو کلیپ ساختن. فکر میکنم در این شب روز تاجیکستان بهترین جا است. تشکر. یک سال دیگه من میخوام که نظر هر دوی شما بگیرم. همین با هنرمند مثلا باید خوندن چی مهم است؟ استعداد یا شهرت؟ استعداد باشد. خیلی فکر میکنم که اگر استعداد نباشه شهرت پیدا کنه زود خاموش میشه. شهرتش کاذب نمیشه. شهرت یافتن آسان است، شهرت قپیدن بسیار دشوار. تشکر. امیدوارم که شما بس آوردن جواب‌های خوب مشخص گرفتید و بار دیگر با شما مداریم منتظر و اجرا میکنیم که صحنه 22 مارس کنسرت حساب و صدرالدین در سالن دانشگاه بلوچستان برگزار می‌گردد. من با یار و نزدیکان و خویشاوندانتان تشریف بیارید و نوروز عجم را یکجا پیشواز گیریم، استقبال گیریم و به مهمانان یا لقب بار دیگر مداریم منتظر می‌مانیم که دعوت ما را برای در قدم و شما هم تشکر. Thank you.